سلام، خیلی خوش اومدید. میکروفونم برعکس. خب، سلام، خیلی خوش اومدید به MC Trading Pro. من مهزیارم. بریم سراغ تحلیل. حقیقتا یه دونه ویدیو آپلود کردم، یعنی تلاش کردم که آپلود بشه، ولی به خاطر اینترنت خیلی قوی که داریم آپلود نشد. خبر نرخ بهره اومد، سخنرانی پاول گذشت و خب عملا اون تحلیل دیگه بی‌مصرف شد چون مارکت حرکت کرد. الان میتونم یه تحلیلی بذارم، امیدوارم سریع آپلود بشه. تلاش میکنم یه دید بلند مدت تری بدم، بیشتر رو 4 ساعت رو روزانه وقت بگذرونم که وقتی که به دستتون میرسه یه استفاده به همچنان داشته باشه. اگر کاد رو من درست کنم یه ذره. خیلی خوب، عالی. بریم سراغ چارت. ای بابا، این چارت من میپره، هی اذیت میکنه ها. خب اومد. اوکی. اوکی، رکورد داری میکنه دیگه. آفرین. بریم سراغ طلا و نقره. اول طلا بیاد. خب، پاول اومد سخنرانیشو کرد، نرخ بهره رو همونطوری که انتظار میرفت کاهش داد و بازار شروع کرد دیوونه بازی در آوردن. فقط یه دقیقه بریم 5 دقیقه دیوونه بازیشو ببینیم، بعد برگردیم سر تایم فریمی که هستیم. یه همچین اتفاقاتی اینجا افتاد و در نهایت چارت رو به بالا حرکت کرد. توی تحلیلی که آپلود نشد اون موقع چارت اینجاها بود. من صحبت کردم که آقا این استاپ اگه پوزیشن باز میکنی مثلا اینجاها، استاپو توی این دل باکس نذاریم، بذاریم این پایین، استاپ نخوریم الکی. دیدم همچنان پوزیشن لانگ بود. مثلا بریم تحلیلمون رو بکنیم دیگه. اصلا چه کاریه، بریم سر روزانه صحبت بکنیم قشنگ. خب، همچنان توی یک روند صعودی داریم حرکت میکنیم. ببین خطامو که بردم یه چیزی دیدم، اونم یه حالت وج ماننده. میتونیم بگیم این شاید یه وج صعودی توی روزانه داریم میبینیم. سقفشو، یعنی این ترند لاین بالاشو میتونیم به عنوان یه تارگتی فعلا توی این حرکتی که تازه شروع شده در نظر بگیریم. چرا میخوام این کارو بکنم؟ به این دلیل که یه ذره ببین موجای حرکتی سودیم ضعیف شده، برای همین بعدم نمیاد اینجا یه دو سیو سود بکنیم، بعد دوباره ببینیم ریاکشن مارکت چیه، بیایم پایین‌تر. توی روزانه، توی RSI به این دوتا خط و این خط پایین دقت نکنید. از این خط رونده یه طولای بلند شدیم. من اینا نمیتونم اینطوری کنم، جاش معلوم شد. از اون خط رونده بلند شدیم. اینجا یه نایه مقاومتی من دارم میبینمش، اینه. این دقیق پیدا نمیشه ولی بیا این بالایی رو ببینیم. در گذشته برخوردش بهتر بوده. رسیدن به این همزمانی با رسیدن به ترند لاین بالایی، به قولی میتونم بگم مقاومت داینامیکی که دارم توی این وج، میتونم سیو سود کنم. اینو یه کاریش میکنم فقط توی روزانه ببینمش که هر روزی که داریم تحلیل میکنیم من حواسم به این خط رونده باشه. حالا بریم سراغ 4 ساعتمون. خب، توی 4 ساعته یه کندل قوی زدیم، بلند شدیم اومدیم بالا. خودم ورودمو دارم، حقیقتا هم اینجا دارم هم نقطه دارم. اگر که ورود نگرفتید این فضای جالبیه. این ستاپ میتونه خوب باشه. من نمیگم استاپو کجا بذاری، ولی این ستاپ میتونه خوب باشه. یعنی شکست باکس رو میشه گرفت برای حرکت به رو به بالا. اون وجه به ترند لاینش که رسیدیم صحبت میکنم. یه نکته‌ای که هست توی مقاومت و حمایت های داینامیک، تو که قرار نیست یک بعدی بری برسی، پس نمیتونی از الان تارگت قیمتی اون چنل، اون وج، اون خط روند هایی که داری رو بتونی پیدا بکنی. نمیتونی پیدا کنی. این امکان داره اینطوری کنه و مثلا تا یک زمانی بیاد برسه به اینجا. امکان دارم نه، همین فردا یک کندل بزنه بخوره بشه. برای همین باید صبر کنیم اتفاق بیفته، بعداً تصمیم بگیریم. حالا میخوام برم توی آرسای 4 ساعته یه ذره سرگرمتون کنم تا اینترنتم وصل بشه دیگه. به هر حال تو ایران داریم زندگی میکنیم. توی 4 ساعته اینو داشتم. اینم تو همون تحلیله کشیدم و خب الان از بالا شکست. اینو کار ندارم ولی اینو نگه میدارم. میخوام ببینم پول بکی بهش خواهم داشت یا نه. اگر پول بک داشته باشم به اون نشانه ورود دوباره بهش نگاه میکنم. در یه صورت بی خیال پوزیشن لانگ میشم. همینو شاده کنه کامل بیاد پایین. بیاد یعنی یه سقف پایین‌تر نسبت به این بزنه. به عبارت دیگه این تاثیر بذاره. اینم نگرش میدارم فعلا. خیلی خوب. از طرف دیگه توی RSI این لول مقاومتی بود که تو روزانه کشیدیم، داره اینجا خوب بهمون خدمات میده. پس 6444 حواسمون رو بهش میدیم.
بریم سراغ یه ساعته. فکر نکنم الان تو یه ساعت اینا دیگه بتونی ورود بگیری، حواستو بده هیجانی ورود نزنی. همین 4 ساعت خوبه، همین بالا تا پایین خوبه. همچنان تو دل این باکسه ایم. من خودم شخصا تا از توی این باکس بیرون نزنم خیالم راحت نمیشه که بگم آقا دیگه میخواد حرکت کنه رو به بالا. خب آراسایش چی؟ آراسایش دست شما درد نکنه. اجازه بده لول اوور اکستند آراسای. این زرده لول اوور اکستندش هست، ولی اینم هست، یعنی حواسمون رو به این موضوع هم باید بدیم. پس اینجا میشینیم یه ذره فکر میکنیم که آقا ما حالا چه کار بکنیم با پوزیشنایی که داریم. روزا داریم تحلیل میکنیم دیگه، پس فردا دوباره هستیم و میبینیم میخوایم چه کار بکنیم. خب مگه اینکه امروز شبیه بلای سهم بیاد. نقطه رفتم اس پی ایکس چرا؟ نقطه کجاست؟ نقطه این بالاه. خب نقطه روندش کلا صعودی بود، یعنی امروز هم که داشتم تحلیل میکردم برای گولد یک سناریو ریزش داشتم، برای نقطه نداشتم. با یه استاپ بزرگ میشد گرفتش. بریم توی روزانش، یه آرسایی داشتیم که از 70 داشت میزد بیرون دیروز. بریم ببینیم بست بیرون، نبست بیرون، بست بیرون. حالا 75-99 جای مهمیه. یه طورایی لول اووربای ما الان در واقع اینجاست، یعنی این بشکنه امروز ببنده، این میتونه پامپ خیلی خوبی داشته باشه. از طرف دیگه ای رنجشو زد، ببین سقف جدید که زد دیگه از اینجا به بعد احتمالا تو روند باشه، مثلا گذشته طلا که یه روند قوی داشت. تقاضا هم برای نقطه زیاده، امکان داره یه همچین روندی رو داشته باشه، یعنی مثلا یه 2-3 روز رنج ادامه، 2 روز رنج ادامه. خود طلا این اتفاق کی براش میفته؟ زمانی که از این سقف بخواد بشکنه. ولی نقطه فعلا اوضاعش این شکلیه. پس پوزیشن لانگای راحت تری میتونی باز بکنی، ستاپ های قابل اطمینان تری در روند میتونی بگیری. ریزش هایی که میکنه و شادو میشه رو به بالا به صورت واکنشی بخوای ریاکشن نشون بدی هم یک ذره قابل اعتماد تره. پترن در مسیر ببینی، پترن های بازگشتی در ادامه، مثلا بیاد اصلاح بده، استراحتش رو بکنه، بخواد دوباره ادامه بده رو به بالا، میتونی بهشون اعتماد کنی. چرا؟ چون ترند از یور فرند، یعنی ترند همراهته، زورش زیاده، پس با ترندت به حرکت بکنی. جمله هم تموم شد، لود کن. آفرین. بریم روی یه ساعتش، بریم روی 4 ساعتش. جرئت ندارم تایم فریم عوض کنم. آرسای خب آرسای تازه میخواد 4 ساعتش بزنه بیرون از 70. این از اینجا بزنه بیرون میتونیم رو به بالا حرکت کنیم. لول اوور اکستند هم کجاست؟ این سبزه رو میگیرم لول اوور اکستند. بذار ببینم، نه بذار ببینم اگه لود کنه برام خوبه. یه لحظه این سفیده میشه، رو سفیده بحث میکنیم، سبزه رو فراموش کنیم. با این سفیده میتونیم سیو سودمون رو انجام بدیم. پس پلن سیو سودمون هم مشخص شد. پس دیگه کار ندارم تا آلبار چند میخواد بره. 2 دیسک فری ما بقیش هر جا اوور اکستند دیدم پوزیشن ها باز میکنم یا یک کندل بلاف رو به بالا. به این سراغ کریپتو، نرخ بهره اومد پایین به نفع بازارهای سهامی، یک ذره اومد. این پوزیشنیه که من باز دارم در یک حرکت صعودی کوتاه مدته، یعنی بخوام سایکلی صحبت بکنم الان سایکل بزرگ من همچنان صعودیه. میدیوم ویو هم این نزول است، لو ویو هم این حرکت است. این اگه حرکت بکنه بیاد، این بوده که این کفر رو ساخته، پس این اگر بشکنه رو به بالا من میتونم چکار کنم؟ میتونم بگم میدیوم ویو سایکل هم صعودی شده. یه طور دیگه میخوام بیانش کنم، تایم فریمی نمیخوام نگاش کنید، سلیقه‌ایه. چی رو میبینی؟ ببین این روند یک روند صعودی کاملا مشخصه. اینجا یک خط روند کاملا صعودی مشخص و یک خط روندم از گذشته ما که توی بیت کوین من دارم. خب هر دفعه برخورد کردیم اینجا 84% رفتیم بالا، اینجا 55% رفتیم بالا. اصلاح اینجا 26% بوده، اصلاح اینجا 28% بوده، اصلاح اینجا 29%. اصلاح هم یه ذره طولانی، یه ذره علاوه درصدی بیشتر شده، ولی هنوز نمیتونی راجبش تصمیم بگیری. تو چند روز اون حدود 20% 19% رو ریختی توی 196 روز. اینجا تو 119 روز، اینجا هم تو 119 روز، یعنی 1% بیشتری رو داده داخل یک تعداد کندل کمتری میریزه. این یه ذره یعنی که ریزش هم قوی. از اون طرف روند صعودیش داره زودتر شروع میشه، ولی زود روند صعودیش داره یه ذره گرفته میشه. دفعه اول که با خط روند حرکت کردیم 74% رفتیم بالا، دفعه دوم 86، دفعه سوم 48. این اگه زودش کم باشه نتونه بیاد اینجا رو بزنه، امکان داره بریم وارد یک اصلاح بشیم یا امکان داره که یه سر و شانه‌ای تشکیل بدیم. برعکس گذاشتمش،
امکان داره یه سرشانه تشکیل بدیم. هنوز معلوم نیست. الان چه کار بکنیم؟ همین الان میریم تو روزانه، شروع میکنیم رو به پایین اومدن. توی روزانه آسای درگیر 50. اگه بالای 50 ببنده میتونه یه حرکت رو به بالا داشته باشه. اضافه تر نمیخوام راجبش بگم. بریم روی 4 ساعت صحبت بکنیم. حجم و اسم من میخوام اینجا. توی حرکت‌های رو به بالا حجم خوردم. توی اصلاحاتم حجمم کم شده. اوکی. یعنی من وقتی که دارم حرکت رو به بالا انجام میدم، معامله‌گر داره پوزیشن باز میکنه. خریدار داره توی مارکت حرکت میزنه برای من، داره وارد میشه. چون دارم حجم میکنم. این دیتا رو ما سر فارکس و طلا و نقره نداریم، اینجا داریم. پس این به نفع منه. حالا از این بعد بخوام راجع به RSI صحبت بکنم. لول اووربای بیت کوین الان برای من 66.91 تعداد برخورد رو نگاه کنید دیگه 70 نیست. پس تلاش میکنم قبل از شکست یه پوزیشن داشته باشم. چرا؟ چون اگر بره برای شکست یهو میتونه یه کندل شارپ رو به بالا واسه من بسازه، برای من تریدر میتونه بسازه. از یه طرف دیگه تقریبا سقفای برابر زدم، کفای بالاتر، زور خریدار بیشتر بوده. یه جمع‌بندی بکنم از دید من نوعی، من تریدر نوعی، کفای بالاتر دارم میزدم، توی حرکت‌های سعودی دارم حجم میخورم. RSI هم امکان داره یه جایی بخواد بشکونه. سایز کندلام تو کندل‌های سعودی بیشتره، با تعداد کمتر کندل با تعداد کم از کندل ها، چه جمله درست در نمیاد، میرسم به مقاومت. یعنی مثلا با 3 تا کندل میرسم به یه مقاومتی، با 7 تا بعد اصلاح بدم. اینا همه نشونه های حضور و زور خریداره. پس میتونم یه ذره اعتماد کنم و برم پوزیشنمو باز کنم. همزمان که بیت کوین داره میره بالا، چه اتفاقی داره برای دامیننسمون میفته؟ دامیننس بیت کوینمون تقریبا ریزشیه. یعنی این اصلاح داده زمانی که، یعنی این داشته میریخته زمانی که این داشته میرفته بالا. پس یعنی آلت کوین ها بهتر ورود میدادن. چشمی نگاه کنید توتال درصد بیشتری داره واسه من میندازه. پس میام توتال رو پیگیری میکنم. 1.3 تریلیون تایید اینه که آقا آلت کوین ها میتونن یه حرکت بکنن. وزن بیشتر توتال چی داره؟ اتریوم داره. پس میام دامیننس اتریومو چک میکنم. 1.32 رو به بالا داره حرکت میکنه. دامیننس اتریوم داره میره بالا. پیر بیت کوین اتریوم هم میرم نگاه میکنم. نسبت اتریوم به بیت کوین هم میرم نگاه میکنم. یه باکسی داشته شکونده میره بالا. پس اتریوم میتونه ورود خوبی به من بده. پس اتریوم میتونه یکی از کوینایی باشه که من میتونم پیگیر پوزیشن لانگ روش بشم. بقیه رو از کجا پیدا بکنم؟ یک، آدرس دادیم داره قرمز میزنه، هنوز صعودی نشده. پس اگر بخوام برم سراغ کوین های بالای رتبه 100 دیگه باید برم پیر بیت کوین چک کنم، یا اینجا دونه دونه اسپیس بزنم ببینم کدومشون میتونه صعودی باشه، اون پوزیشن باز کنم. یکیشون که خوب بود AAV بود. مثلا تو اون ویدیو قبلی من واچ لیستم در آورده بودم. پیر بیتش داشته میرفته بالا، خودش هم فضای خوبی رو میخواد بشکونه. USDT دادیم. دامیننس تتر وقتی که میریزه مارکت میره بالا. به این معنیه که وقتی که داره میریزه پول داره از تتر خارج میشه، تبدیل میشه به کوینای دیگه. 5.83 مهمه. پس شکست 5.83 رو به پایین، یک مثلثی داره رو به پایین، کف ثابت، سقفای پایین‌تر، مثل یک پتک نگاه کنید که داره به یک سطحی میخوره، یه جایی میشکنه. همیشه اینطوریه؟ خیر، همیشه اینطوری نیست. نمونه مثال نقص همین جای طلا قبل از اینکه این کندل رو بزنه بیاد تا اینجا یه همچین خط روندی داشته، کفای مساوی داشته، سقفای پایین‌تر تقریبا داشته میزده و این اتفاق نیفتاده. خب هیچ وقت همه چیز برای ما 100% پیش نمیاد. حرف دیگه این نمیمونه. میشه پوزیشن باز کرد. همین الان هم میشه پوزیشن باز کرد. امیدوارم سریع آپلود شه برسه به دستتون. مرسی که تا اینجا همراهم بودید. میخوام یه ویدیو رکورد کنم راجع به این که ترس و سرخوردگی بعد از ضرر توهمه. اعتماد به نفس و غروری هم که بعد از سود داری هم باز توهمه. از تجربه خودم میگم، والا سی صحبت هم راجبش میکنم که کلا چه شکلی عمل میکنه. امیدوارم بتونه کمکتون کنه. خدا نگهدار.